پیکس انتقامی و تاز را میگیریم. نجیب، یگیت، ممدوح، همه‌شان را یک یک میکشیم. اول مظهر را. پیکس از تو مرگ مظهر را میخواهم. جسدش را در اینجا دیدن میخواهم. شما فرمان دهید کافی است. من او را به نزد شما میارم. سردارم حالا چیکار میکنیم؟ متاسفانه برای ماتم گرفتن وقت نداریم. به قتل نرسیدنی برهان نباید ما را راه افتاده کند. مادامی که برای انتخابات این آتش را افروختیم نباید قرار استیم. انتخابات نزدیک شده ایستاده است. برای همین هر روز باید خون ریخته شود. از دیاربکر تا ازمیر، از خیتای تا سمسوم. باید تمام گوشه و کنار سرزمین را به آتش دهیم یا اینکه خودمان سوزیم. همه‌تان این را در مغز سرتان جایگیر کنید. حالش چخیل است دکتر؟ باید کمی استراحت کند. فهمه شما برایید. من خوب هستم. حالا وقتی استراحت کردن نیست، وقتی کار کردن می باشد. سخنی دکتر را شنیدی؟ باید استراحت کنی. آخر من خوبم. مادامی که اینقدر اصرار میکنی، بچه ها تو را به مکانت برده میرسانند. یکی از رفیقان ما در پایان می باشد. مظهر فراموش نکن. شب به تو کار دارم. مایلش فراموش نمی کنم. آقای عبدالقادر مردی باسواد و هم انسانی روشن ضمیر می باشد. بسیار هم پاک نیت می باشد. این خیلاکا و این خیل دادر میگویند که 5 پنجه یک خیل نیست. متاسفانه تا وقتی که مثل آقای عبدالقادر شخصیت ها هست، هیچ کس این وطن را پاره پاره کردن نمیتواند. انشالله. مرحبا جناب. تشکر پسرم. وای ماشین رو تعقیب کن. فهمه جناب. چنانه که شنیدم نقشه های جدید گروه تروریستان با هر گونه بهانه مردم را ضد دین اغوا انداختن است. برای این کار حتی گروه ها سازمان دادند. سازمان مذهبی کردها. امام هایی که در این مدرسه ها به وای رسانیده می شوند اول نماز جمعه را به مردم می خوانند. یعنی مقصدشان علمای کرد را که چندین سال فریب داده نتوانستند به خود جلب کردن نیست مگر؟ بله، سالهای دراز آنها را تاریک فکر، بی عقل و جاهل گفته آدم حساب نمی کردند. حالا باشد یک بار آنها را تاج سر کرده ایستادند. پس ما باید آن سازمان را از نزدیک نظارت کنیم. مخبرمون کارهای لازمه را آماده کرده است. یکی تو زبان کردی را میدانی؟ بله. مخبرمون تو را همچون یکی از امامهای مدرسه نام نویس کرده است. فهم آقای مسر. یعنی که من به مدرسه وارد شده نقش امام را اجرا میکنم. یعنی امام خطیب قلبکی میشوم. یگیت امام خطیب قلبکی نمیشوی. تو تنها در اونجا چی گپ و چی کار میشد آنها رو به ما میرسانی. همش همین. مانده نباشید. ببینید. انا بینید کی را آورد. برادرم. سردارم. برادرم خوب هستی؟ خوبم. خوب. رحمت. دستم. جورا جان. سلامت باشه دستم. قریب بود که خودت را از دست میدادی. با شرافت شما از این کار خلاص شدم. برای من شده با گردن لوحه نیست با جیجیکه را اوویخته و با بین اون قدر ایغوگران در اومدنت رو اصلا فراموش نمیکنم. این طور نگوی دستم.
مگر تو برای من این کارو نمیکردی؟ البته میکردی. هیچ وقت خاطرت رو نمیدیدم. همین خیلی. مرحمت. تشکر پسرم. بدتر می‌آیم. خوش آمدید آقا. خوش باشید پسرم حسن. کاش پیش از آمدن خبر می‌دادید تا اینکه شما را خوبتر پیشواز می‌گرفتیم. استغفرالله استغفرالله. با خدا که استاد از دیدار شما بسیار هم خوشنود شدیم. من هم پسرم، من هم. استاد عذر می‌خواهم. پسرم تو از پی کارت شو. لبیک. گوش کن امام، آخرین مراتب آگاه میکنم. اخرت رو بسر اگه نباشد جانت رو میگیرم. شما کیستید؟ چرا ما را تهدید میکنید؟ ما سخنهای ما رو گفتیم. یا از دولت روی گردونده به سخنهای مفتیات گوش نمیدی و یا امامهای ما رو پیروی میکنی. نباشد زبانت رو میبره. من آدمی دولت و مفتیات نیستم. از اجدادانمان آمده تابع کتاب و سنت میباشم. علاوه بر این شکر خدا که عقل رسا برای درک کردن هم دارم. از حقیقت را گفتن دست نمیکشم. ما سخنهای ما رو گفتیم. تو عقلت رو کار فرما. من جز از الله از کسی نمیترسم. از این تهدیدهای شما نیز سیر شدم. اگر یگان سخن برای گفتن داشته باشید برآمده برایم گویید. وقتی که با تو روبرو شویم لحظه آخرین حیاتت رو میبینی. پسرم آیا تو را تهدید میکنند؟ استاد به سرم عجایب کارهای میآید. نمیخواستم که شما خبردار شوید. وقتهای آخر به طریق تلفن مرا تهدید میکنند. دردشان چی است؟ میخواهند که دین را به خلقمان طبق قرآن و سنت نیو بلکه طبق خواست خودشان بفهمانیم. وقتهای آخر که یک باره با علمای دین چسبیدند به گمانم که باز از دنبال سیاست نو میباشند. این درد در ما هم هست. استاد نصف جماعت را کردها تشکیل میکنند. به گفت آنها نماز را باید به زبان کردی خوانم. آخر نماز نه به کردی و نه به ترکی باید خوانده شود. کتاب الله چه خیلی که باشد باید همان خیل خوانده شود. استاد آخر این چه خیل کار است؟ آنها نیز میدانند که این خیل کار نمی شود. مقصدشان اغوا برداشتن می باشد. اگر به خاطرت باشد یک زمانها یک قطار امامها را استفاده برده آنها نماز را به زبان ترکی خوانده بودند. وقتی که امام اول درس دادن را بس میکرد دیگر امام وظیفه‌اش را اجرا میکرد. اگر خوب فکر کنی در دنیا از عبادت مسلمانی چیزی نمانده است. فهمیدن نمیخواهند استاد. تنها تهدید میکنند و خلاص. اینها تماما از چارچوب انسانی برآمدند و چشمشان نشان میدیم. هزارها سال شد که دین ما را کسی خراب نکرده است و ما هم اجازت نمیدیم. مردم ترک و کرد را با راه دین فریب داده با یکدیگر دشمن میکنند. این مرا بسیار هم نگران میکند استاد. مرحمت بفرمایید. سلامت باش. عالی جناب برانی بزرگ، محترم عزایان اتفاق، دوست دیرینم پیکاس، خانمان عالی قدر، امروز به شما نقشه چگونه جدا شدن خلق کرد را از ترکیه پیشکش میکنم. محض برای همین جمع آمدیم. سر سخنت را کوتاه کن که امینیک. مقصدی کار را گپ زن. عالی جناب، چنانه که میدانید به زعم آنقدر عملیات های و نقشه های 30 ساله‌مان ما تا حال موفق نشده ایم که کردها را از ترک ها جدا سازیم. سرها را بریدیم، بمبه ها را ترک کردیم، مردم را به محبس پرداختیم، لیکن باز هم جدا نتوانستیم کنیم.
گویا که مثل گوشت و استخوان چسبیده باشند، از یکدیگر جدا نمیشوند. پیشنهادهای تو را گوش کردیم. یعنی گپ زن از این پس چگونه نقشه ها باید کشیم؟ گوش کنید، خودتون خلاصه برارید. تا با امروز 30,000 نفر مرده است. بسیار هم فکر کردم، فهمیدم که 30,000 نفر نه، بلکه 300,000 نفر را کشیم، کردها از ترکها جدا نمی شوند و نخواهند شد. بسیار خوب کایامینیک. با فکر تو سبب در چیست؟ دین سردارم، دین یعنی اسلام. متاسفانه دین اسلام ترکها را با کردها، بوشنکها را با رمنها یک جای اتفاق ساخته است. برای همین این برادری را به خاک یکسان ساختن باید پایه دین اسلام را ویران کنیم. غیر از این دیگر چاره نداریم. تو جانی گپ را گپ زدی مینیکی من. سردارم، سبب اساسی ناکامیاب شدن نقشه های 30 ساله و فتنه جداسازیمان در این است که پیش راه دین اسلام را برای خلق کرد گرفتن نتوانستیم. یعنی که آنها را از اسلام جدا ساختن نتوانستیم. جناب، به طالب علم های آنها ادرار پولی دادیم، از خوابگاه هایشان آنها را جدا کردیم، به خانه های خودمان جایگیرشان کردیم. برای طرز زندگی حاضر زمان هر چیزی که از دستمان آمد برای آنها کردیم، اما همه‌اش بی نتیجه برآمد. کافی نیست جناب، کافی نیست. چنانه که دیدید کافی نیست. لیکن حالا پیشنهادی که به شما میکنم، پیش از انتخابات مدامی که زمینه برای اغوا اندازی تیار است، اگر نقشه را خوب به کار ببریم موفقیتی کلان به دست میاریم. خواهش میکنم گپ را دراز نکرده سخن کنید، ما هم بفهمیم. آخر جناب اجازه دید کیفیت این لحظه را برارم. انا به شما فرمولا. به درخت مارکسیستی نوده اسلامی. معقول شد؟ یعنی چی خیر؟ سردارم، با این کار من گناهکار نمیشوم. این خیلی نگو یگید. تو این کار را کرده گناهکار نمیشوی. شخصانی که در راه گناه میروند آنها را افشا میکنی. افشاگری گناهکاران یگید. این کار جای شوخی نیست دوستم. به خدا که راست میگویی، فکر نکرده گفتم. گوش کن یگید. طبق حجت هایی که مخبر به مدرسه داده است، نام تو یوچیل سکین، جای تولد خکری چقرچه. 5 برادر بوده، کلانترین آنها تو میباشی. خط کننده مدرسه میباشی، فراموش نکن. خوب شده است، فراموش نمیکنم. این عینک رو گیر. در بینش کامera دارد. همین طریق هم از روی نوار و هم از تو با خبر میشویم. بایلش خوب شده است، تشکر. چخیل شد؟ با ما میزیبد. از روی نظریه فکری خوب است. کنی بینیم در عملیات چخیل میشود. جناب این پیشنهاد از آن من نیست. 200 ساله عملیاتی است که از سر نو فتنه را باز هم علنگه می سازد. معلوم شد که سبب اساسی مسلمان ها را اتحاد نگاه داشتن اسلام و قرآن است. تا وقتی که آنها را از اسلام و قرآن دور نسازیم ما هرگز کامیاب نخواهیم شد. پس آنها را از اسلام چگونه دور میکنیم؟ دینشون را آمیخته کرده ویران میکنیم. به آنها میگوییم که تا به امروز اسلامی که به شما فهماندیدند خطا میباشد، شما را فریب کردند. این را باید تشکیل کنیم. یک مذهب نوی سیاسی را تشکیل میکنیم. صبر کنید. به آنها از اسلام کردها سخن میکنیم. میگوییم که چرا اسلام ترک ها میشده است و اسلام کردها نمیشده است. یعنی مقصد تو این است که مثل کاری بعضی از بی اقلانی ججکا کردی ها را دعوت به دین مسیحی کنیم؟ دین اسلام گفته آیا از آنها طلب کنیم که روی به بدی آورده نماز و از آن رو با زبانی کردی گوید؟ عیناً همین خیلی آرزو جان. حتی خلق کرد را مجبور میکنیم که
من از پس امامی که دولت وظیفه‌دار کرده است نماز نمیخوانم گویند. برای این کار نقشه های مهمی ساختم. کنی فهمون چه خیل نقشه ساخته ای؟ به ولایت آنها 1000 امام خطیب قلبکیه که به دستان خودم تربیه کردم روانه میکنم. کیامینیک تو چه خیل تربیه دین میدهی در حالی که خودت 2 دعا نمیدانی؟ 10 میدانم پیکاس، 10 در مکتب میانه از یاد کرده بودم. حالا باشد هرچند کوشش میکنم فراموش کنم نمیشود. در حال نقشه طرز دیگر خیل خوندن نماز جمعه رو آغاز میکنیم. آنها باید دعوا کنند که ما دیگر در مسجدهای دولتی نماز نمیخونیم، در کوچه و خیابانها در پیش چشم مردم نماز میخونیم. ما باشیم به میدیای جهانی آنها رو میرسونیم. در زمین این کارها برهان بر این شخصیت ها در کوچه خیابانها موعظه رو آغاز کنند. انا به شما دین آمیخته اسلامی کردی. مینیک جانی من، همه این نقشه هایت عالی جنابند، لیکن کردها به آسانی این فکرهای جاهلیت را قبول نمی کنند. انا بین، در روز مولود پیغمبر صدها هزار کرد در ورزشگاه جمع شده مولود را جشن گرفتند. از دست کردها قرآن را گرفتن مشکل است. اصلا این مشکلی را وزیر مستملکچیان در حق ترک ها گفته بود. چه خیلی مشکلی است که یگان کس این را حل کرده نتوانست. نقصان های نقشه کشیده را من میگویم. گپ زن پیکاس. ما نباید خلقمان را برای در دین مستحکم بودنشان حقیر شماریم. خیلی که حرکت شیعه با یک اعتراضی با تواضع نفوذ یافته تمام دنیا را به جنبش درآورد و باز مثل حرکت وهابیه که سعودی را از دیگر دولت‌های عرب جدا ساخت. وقتی که این حادثه ها عملی شدند کسی نگفت که من از دین بیرون شدم، برعکس گفتند که مسلمان حقیقی من می باشم. به فکر من هدف اساسی ما اسلام حقیقی را یافتن است، بعداً اسلام حقیقی کردها را. درخواست من این که باید کار را همین خیل کنیم. اگر این را عملی کنیم اول مسجدها جدا می شوند، بعداً راه های آنها جدا می شوند. کار را که به آخر رسانیم آنها را در محلهای خودشان به خاک یکسان کرده می گذاریم. بسیار خوب، نقشه های تو را در حال عملی کردن لازم. وقتی زیاد نداریم. خونریزی صورت کار را اشتباه می کند جناب. یگان شخص معروف را کشتن همیشه منفعت می آورد. اگر آدمی به قتل می رساندگی شخصی صلحجوی و امام کردها باشد به نهایت خوب می شود. بله، آفرین به این فکر. اگر این خیل شود پس کردها دعوا میکنند که دولت امام صلحجوی و مردم دوستدار ما را به قتل رساند. اکنون دیگر ما با ترکها همکاری نمیکنیم، دیگر به دینی که دولت به ما آموزانده بود عمل نمیکنیم. هی آفرین به این کله من. سلام عالی جناب. بیا برهان جان بیا. نقشه های انتخاباتی چه خیل می روند کنی فهمان؟ غیر از 1-2 اقوا انگیز دیگر مشکلی نیست عالی جناب. کارها طبق نقشه های کشیده امان عملی شده ایستادند. بله، کارها طبق نقشه ها عملی شده ایستاده است. همین خیل نمینی که من؟ بله جناب، تمام کارهایمان مثل نقشه های کشیده همون رفته ایستاده است. و مدرسه از نام مخبرمان می‌درویی. رمز جمعه می باشد. فهمیدم سردارم، لیکن حقتان را حلال کنید. حلال باد. یگید گویا که با میدان جنگ رفته ایستاده ای. سردارم، ساختکارانه باشد هم به حلقه آنهایی می‌دارند که با دین اسلام بازی میکنند، لیکن این کار با من تماما معقول نیست. راست میگویی جورا جان، کارهای عجیب همیشه با دوش تو میافتند. خرمالش اگر یگان کاری فوق‌العاده شود در حال به ما خبر ده، ما زود میآییم. خدا مددگارت بود. تشکر سردارم. برای کار جورا جان. تشکر دستم. همه جا را نظارت کنید. اگر یگان نامعقول شود جوابش را تو میدهی. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. ببخشید 1 دقیقه ممکن؟ تا کارهای گفتم را اجرا کن. مایلش. مرحمت چی میخواستید؟ جمعه رو میکابم. فهمیدم، با من بیا.
گوش کنید. اکثر شما مدتی دراز شد که نماز نخوانده اید. از این لحاظ شاید فراموش کرده باشید نماز جمعه تنها خوانده نمی شود. در وقت پیشین با جماعت خوانده می شود. وقتی که اذان پیشین داده شد اول 4 رکعت نماز سنت خوانده می شود. گوش کنید برادران، این برادرمون نو آمده است. او خط کننده مدرسه می باشد. نام مخفیش جمعه است. خوش آمدی برادر. خوش باشد برادر. این طور باشد تو نماز خواندن را میدانی، حاجت به درس خواندن نداری. برای چی به اینجا آمدی؟ البته نمازخوانی را میدانم. شما هم از ایام کودکی باید خوانده توانید. لازم نمیشد گفته در خاطرمان ایستاده است. بعدا ما پیشوای خود را پیغمبر دانستیم، همین طریق نقش مسلمانی نو را اجرا میکنیم. هرگز به سر ما نمی آمد که یعنی به مانند آن که مسلمان نیستی و امام خطیبی میکنی. آخر دین گفته ما اسلام را میدانستیم، لیکن با گمانم این دینی پیشوا دینی نو است. پس مرا هم بیاموزانید. خیر، این قدر سفسطه بس است. اگر شناسایی تمام شده باشد درسمان را دوام میدیم. مرحمت. تشکر. برادران، فراموش نکنید فرض نمازی جمعه 2 رکعت می باشد. 4 رکعت پیش از فرض و 4 رکعت بعدی فرض. همگی 8 رکعت سنت می باشد. لیکن ما سنت ها را 2 رکعت و فرض را 4 رکعت می خوریم. من میروم، تو باشی با دقت باش. فهمیدی؟ خود را فهمم. برای برگشتن به دینی اصلی برادران، کنیم. باید به یک واخوری دیگر روم. به شما روز خوش. مایلش. حالا امتحان میکنم. کنی بگویید چه خیل طهارت کرده می شود؟ نماز جمعه چه خیل خوانده می شود؟ چند رکعت نماز سنت هست؟ جوابش را جمعه دهد. او ختم کننده مدرسه می باشد، از ما دیده خوبتر می داند. من البته جوابش را می دهم، لیکن شما در حقیقت نماز خواندن نمی توانید؟ ما در حقیقت طهارت و نماز خواندن را فراموش کرده ایم. شخصانی می دانستگی نیست فراموش کردن. پس شما در حقیقت انسان‌های قلبکی، عذر می‌خواهم، امام‌های قلبکی هستید. آقای وکیل، به فکر شما امامی که کردها سخنی او را گوش میکنند و او را مورد احترام قرار میدهند کیست؟ عالی جناب، در محله چتلمشه امام حسن گفتن یک شخص میباشد. او را هم کردها و هم ترکها احترام میکنند. سخنان او را هم اعتبار میدهند. میخواهیم که یک مراتبه با او هم صحبت شده از علمش بهره‌مند شویم. کدام وقتی که خواهید او را به حضور شما میارم عالی جناب. مایلش، من به تو خبر میدهم. حالا باشد واخوری تمام شد، پراکنده شوید. پیکس، مینیک، شما ایستید. خوب شده است. جناب، از امام حسن چگونه فایده دیدنی هستید؟ از او دین اسلام را آموختنی نیستم، چه خیلی که مصلحت کرده بودیم. سرش را از بدنش جدا کرده فایده میبینیم. جناب، من این کار را حل میکنم. یک کودکی که سن و سالش از 18 خورد باشد مثل سوی قصد راهب میشود. اگر از پالیس گریختن نتواند، از حساب خورد بودن سالش محکمه کار او را حل میکند. شما نگران نشوید. بعد کار تمام شدن او را میکشم. با ملتم نشان میدم که امام ولایت را کشتند. کنی کار شما را بینم. نباید کرد به مسجد ترک ها و ترک ها به مسجد کرد ها درآیند. همه یکدیگر را به چشم کافر بینند. مثل در عراق بوده جنگ بین مذهب ها شود، در کوچه ها به یکدیگر زد و خورد کنند. بعداً برهان بر این شخصیت ها را به میدان براریم تا که همه را به پا خیزانند. بایگی چی شده باشد؟ خدا کند که به سرش یگان حادثه بد نآمده باشد. یگید مرا میشنوی؟ یگید این را گرفته خوب بخوان، تکرار به تکرار خوان. باز در خطبه خودت را گم نکنی. خودم را گم نمیکنم، نگران نباش.
ای برادر ایست، خطا میکنی. آخر به شما چند مراتب نشان دادم بعد از سلام دادن دیگر نماز نمیخوانید، نماز ادا میشود. خیر من چیکار کنم؟ در این مدت کوتاه همین قدرش را آموختم. گوش کنید برادران، این کاری شوخی نیست. اگر فهمند که شما امام های جاهل می باشید تمامی نقشه هایمان برباد می روند. وقتی که نقشه و اغوا اندازی هایمان برباد روند حیاتمان زیر خطر می ماند. خلق مسخره کردن را نقص نمی بیند، شما را پاره پاره می کنند. خیر میلش، اینها را خوب کنید. وقتی روشن شدن این مسئله رسید. اینها چی باشند؟ سخنهایند که در خطبه خوانده می شوند. تمام کارهای رسمی که از طرف مردم شناخته شده من به حاجت خانه کرده شود. شخصانی که در راه حق، عدالت و آزادی می جنگند آنها را تروریست گفتن گناه می باشد. این سخنها را یگان کرد نباید استفاده کند. رویخط امام ها، رویخط خطبه های ماهانه، رویخط جایگیرشوی امام ها، کنفرانس، سمینارها، فهرست رویخط ها، فهرست رویخط ها. بله سردارم، رویخط امام های قلبکی را یافتم. رویخط را گرفته در حال از آنجا برای گید. میلش. به این رسم خوب نظر کن. این همان امام خطیب است که برای ویران کردن دینمان معویزه های خطا میکند. عقل کردها را پریشان کرده میگوید که کردها برای غلام شدن ترکها آفریده شدند. به شرف. این خائن در مسجدهای رنگابرنگ عقل کردها را پریشان کرده غلامی ترکها را میکند. آیا تا به کی شما تماشابین این کار میشوید؟ آیا یگان جوانی جسور کرد یافت نمیشود که جزای این آدم را دهد؟ جزای این آدم را با دستان خودم میدهم. آفرین به تو. یک یگیت شوکی زیبنده کردها شوی. این نابکار را به جهنم روان کن. پرچم حرکت آزادی کردها را بالا بردار. همه از تو سخن کنند. نامت در دنیا مشهور شود. به تو وعده میدهم که آیلت را خودم نگاه و بین میکنم. نگران نباشید، این خائن لحظه های آخرین عمرش را به سر میبرد. این تاقی را به سرت گذار. زیبید. این سلاح را باشد به میانت بند. بعد از نماز با این سلاح این خائن را بکش. آیا به مسجد به طهارت در آمدن ممکن است؟ تو در آمدن گیر. تو برای ادای وظیفت با آنجا می روی. اگر برای خلقت باشد طهارت کردن لازم نیست. من این را از ملاهای پیشینه شنیده بودم، فراموش نکن. وقتی که کار را تمام کردی به تگی پول بیا. در آنجا وا می خوریم. من حالا به جای کار می روم. کنی خودت را نشان ده. زود باش. می رویم. به پیش.
محترم جماعت، لطفاً صفایتان را جفت کنید. رحمت خداوند بر شما باد. دودر جان، کمی قفوتر. انا اینطور. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زودتر باش، زودتر. خیلیت این کار هم تمام شد. خوش آمدی وکیل. خوش باشی. خدایا، پیکاس در اینجاست. اگر مرا بیند کار چطور می شود؟ یگید با دقت باش. درسای برادران چه خیل است؟ همه برادران برای به طهارت خواندن نماز شیبته دوزخ را میگیرند. ما با بهشت و دوزخ کار نداریم. شکل نمازخوانی آنها مهم است. مهم برای ما در خطبه درخواستهای ما را خوانده فکر و عقیده مردم را پریشان کردن است. باز مثل نامزد وکیل حزب مخالفین کارها را ویران نکنید. فهمیدید؟ آن نامزد وکیل چیکار کرده است؟ آخر ما بدین فتنه می اندازیم، لیکن اون کس جاهل بوده است. نماز جمعه را قضا خوانند گفته است. نماز جمعه قضا ندارد؟ این قدری بد هم نه. چنانه که من میدارم نماز جمعه قضا ندارد. تو که امام اینها هستی و دانشت این قدر باشد، پس وای بر حال تو. خیر میلش. باز امام ها به خطاگی را ندهند. فهمیدی؟ پگاه نماز جمعه را سر میکنیم. به تو یک سر گویم، لیکن به کسی نمیگویی. بگو به کسی نمیگویم. ارکن کندو به شما یک خوبی کلان میکند. امشب امام مسجد را به قتل میرسانند. کی را؟ امام خطیب چتلمیشه حسن را. حسن؟ امشب امام خطیب چتلمیشه را قصد کشتن دارند. یگید تو را فهمیدیم. در حال تیاری دیدن لازم. حتما مانع سوی قصد امام حسن شوید. ممدو حتما. صدا را شنیدی؟ از اینجا می آید. یگید برادر، آنها البته حسن را نجات میدهند، لیکن حالا تو را کی نجات میدهد؟ کشانده شو آخر. شیرکم یگید. تو در اینجا چیکار میکنی؟ این یکی از امام های بابای رسیده ماست. چخیل امام بابای رسیده است؟ این آدم جاسوس است. جاسوس را دارید. شما این جاسوس را دارید. من میروم. انیق نجیب در همین جاست. ممدو، تو شنیدی ما آشکار شدیم. در حال میاییم. من چاره خودم رو میابم. شما از پای حسن شوید. من با یاری یگید میروم. تو با مسجد برم. ممدو امام حسن را نجات بده. خوب شده است. آمدم یگید. سردارم. بس همین. به این طرف. نیست. بس
زمین نجوم از جویت. در وقتش آمده سردارم. خودم از عهده اینها میبر آمدم. دلم راضی نشد که خودت را مانده کنی. تشکر سردارم. نجوم از جویت. نجوم. خدا قبول کند استاد. از هممون رویش الله. استاد مرحمت به فقر خانه من میروید. امشب مهمان من میشوید. انشاءالله حسن. حالا با آقای مظهر واخوری داریم. میخواستم که تو هم همراه ما شوی. دردهایت رو نیز فهمانی. از تجربه هایت به ما فهمان چگونه از این دردی سر و بلاهای تروریستان نجات یابیم. اگر وقت داشته باشی حتما نزد ما بیا. استغفر الله استاد. اگر شما خواهید البته میروم. استاد با شما یک سوال مهم دارم. وقت دارید؟ البته پسرم، البته. استاد شما روید، من از پس شما میآیم. میلش در قهوه خانه محله میشم. کارت رو که تمام کردی حتما بیا. انشالله که میآیم استاد. البته میآیم. کنی گپ زن. با تو چه خیلی اوریدیم؟ وای بیمار هستی پسرم؟ افزایت بیجا؟ بیمار نیستم. اینجا کم گرم است. در بیرون گپ زن نمیشود. چه خیلی که خودت میخواهی پسرم؟ من بالا پوشم رو گرفته میآیم. سردارم چیکار کردید؟ کار رو حل کردیم امدو. آیا پیکاس رو دستگیر کردید؟ متاسفانه نه. گریخت. تو در کجایی؟ با مسجد نزدیک شدم سردارم. باز زنگ میزنم. مایلش با دقت باش. تاپونچه جانی تو بر این آدمی رزیل و پس رو میگیرم. نوبکار آقای مظهر انشاءالله که بسیار انتظاری نکشیدید. این طور نگویی.
ما با ساکنان این محله صحبت میکردیم. مرحمت. مرحمت. شینید. یگان چی می نوشید؟ آقای مظهر، مزه یک قهوه 40 سال شد که به خاطرم هست. خیری؟ لبای لطفاً برای مهمان قهوه بیار. اطاعت آقای مظهر. انشاءالله که امامی مسجدمان آقای حسن هم تشریف میکنند، از تجربهشون به ما میفهمونند. خیلی خوب میشود. بسیار میخواستم که امام رو گوش کرده از تجربه هایش استفاده کنم، چون که آنچه را که آنها میدانند به کار ما کمک میشود. امیدوارم که پس از صحبت با امام صد راه ترور رو میگیریم. اکنون وقت آمده است که شب و روز سعی و کوشش جدی کرده مانع گروهی فتنه‌گران شویم. باید آدم‌های عاقل یک جایه شده برای رشد و صفای اسلام پیش راه فتنه‌گری را بگیریم. راست میگویید. برای یک طرف کردن خطاهای گذشته هم دولت و هم خلق باید فعالتر شود. همه با سرعت بلند باید وظیفه خود را اجرا کنند. حتما در این کار باید یاری رسانند. استاد الو ممدو، تو رسیدی؟ رسیدم یگید، رسیدم. در اینجا یگان کس نیست، لیکن در زمین کمی خون و تپانچه می باشد. پس امام در کجاست؟ نمیدانم، در کجا بودن امام را هم نمیدانم. ассалому алайкум домуло. ба ин имом нигоҳ кун. саломамро алик нагирифт? парешонҳол аст. набошад мегирад. чаро нагирад? рогар меравем. рафтем. عالی جناب، چنانه که میدانید مردم ما بسیار عذاب میکشد. ما دولت را گناهکار نمیکنیم. ما نمیگوییم که دولت بد است، لیکن ما گفتنیم که در داخل دولت انسانهای بد وجود دارند. این آدمها با گروه تروریستان همکاری کرده خود و گروهشان را بد کردند. اکثریت خلق از تروریستان طرفداری نمیکنند، لیکن خاموشی را ترجیح میدهند. انشالله که این مشکل ها برطرف میشوند. انشالله. به فکر من مشکلی اساسی در آن است که سالهای دراز مردمی آن طرف را به اینابت نگرفته زیر جهل و فقر ماندند. متاسفانه نتیجه این دو عمل زهرآلود پایه جداشوی را به میان آورد. مردم فکر کرد که دولت از آنها روی گردانده است و خود را به آغوش قواهای شهر پرتافت. شکر الله را میکنیم. خلق ما از اول به اسلام صداقت داشتند. ظلمی که علیه مردم کردند با پرگی عیب دولت نمی کنند. یا قطار انسانهای بدی که در دولت می باشند آنها را می شناسند. قوه‌های شر که چندین سال خونریزی کردند و موفق نشدند، حالا باشد دین را استفاده برده نقشه می کشند. آقای مظهر، گویا که ولایت ما از خاک این وطن نبوده به ما اهمیت نمی دهد. این باشد مسئله مهم بوده ما را راه افتاده می کند. یک قطار مامورانی که دولت به ولایت ما فرستاده است خودشان در کیف و معیشت بوده، به جایی که به مردم حیاتی فراهم را تشکیل کنند برعکس مانع این کارها می شوند. می خواهند که خدمت مجبوری زودتر خاتمه یافته و از این ولایت راههای گریز را می جویند. حالا ما با هم صحبت کرده از دردهای یکدیگر خبردار می شویم و برای صلح امیدوار می باشیم. آقای مظهر، درخواست درجه یکم ما نه پول هست و نه مال. درخواست اولین درجه ما این است که به ولایت ما راهبران مهربان و با شفقت روان کنید. پیش از همه معامله خوب با مردم داشته، با آنها همدردی کرده و مردم را حقیر نشمارند. ما نیاز به این گونه راهبرها داریم و خواهیم داشت. یعنی که سرچوی تمام کار این مهر و محبت می باشد. مردمی در آنجا بوده را با مردمی با انصافی این سرزمین با طریق رفت آمد یک جا کرده و باید در بین آنها دوستی و محبت را پایدار کنیم. یعنی که اول باید معنویات خلق را هرچی باید درست کرد. طرفی مادیش باشد
خود به خود درست می شود. انسان شخصی را می داند و می شناسد، البته دوست می دارد. از همه مهمش خلق آن سرزمین احساساتی می باشد. همیشه از روی حسیاتش حرکت می کند. از این سبب پیشوایی که سخنش را زدیم اگر در دلش ترس الله داشته باشد از دین سوء استفاده نمی کند. درخواست‌های شما را به سروزیر می‌رسانم، شما نگران نباشید. آیا میدانید که این نیت و سعی کوشش‌های نیک برای صلح را آوردن بسیار مهم میباشد؟ اکنون میدانیم که دولت به سخن‌های ما گوش میدهد، ما را به جای انسان گذاشته با ما سخن میکند. اکنون دولت با ما در علاقه میباشد، سخنانی که از دهانمان میبراید به نظر میگیرد، به دهانمان بیهوده و بهوده مهر نمیزند، ما را میان شکن نمیکند. انشاءالله که آدم‌های بد را نیز جدا کرده ما را به کلی از این فتنه خلاص میکند. آدم‌های بد هرگز از راهشان بر نمیگردند. برای همین متاسفانه این فتنه با راه بد نیز میشود. ایستید جناب، در آمدن من است. در درون واخوری مهمی باشد. میدانم مرا نیز دعوت کردند. من امام حسن میباشم. فهمیدم امام، لیکن شما را نیز باید تفتیش کنم. بله، تفتیش کنید. امام، شما زخم برداشته اید. برادرم مهر کلمه شهادتی من است. مرحمت، به اینجا درآیید. انشالله همه این مسئله ها را حل میکنیم. آقای مظهر، انا همون امامی که به شما گفته بودم آمد. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدین. مرحمت. اینجا شینید. به شما چی شد؟ پروندن. آقای مظهر، پروندن. یاری تجلیل را جردنید، دکتر را جردنید. یک طرف استید برادر، یک طرف استید. این کاری کی؟ چی حادثه شده؟ وعده داده بودم، آمدم استاد. در امان الله باشید. برادر زودتر ماشین یاری تجلیل را جزنید. برادر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. حسن مرده رفت، حالا نوبت تو است. چی کار کنم؟ به همه خبر ده، تمام محله را با پا خزان، با دستشان چوب آهن گرفته با بیرون برایند. نگران نباش، کارو باید در گرمیش سر کنیم. زود باش. من رفتم. زود باش. چه گپ شد لیلا؟ متاسفانه استاد را کشتند. همه‌اش از پشت من شد. دیر کردم. چی شد ممدو؟ استاد را نجات دادی؟ متاسفانه نیگید. دیر کردم. استاد را کشتند. تو حالا در کجایی؟ خدا رحمتش کند. در نزد خواهخانه. فهمو، ما با آنجا میاییم. مایلش. من آقای مظهر را یک بینم. فهمو، مایلش. آقای مظهر، به گمانم که این حادثه اغوا اندازی است. راست میگویی. در حال یاری خواستن در کار. کوچه ها را نظارت کنید. با دقت شوید. آماده باشید. فهمو. بسیار هم انسانی قدردان بود، عالم بود، شخصی خوب بود، به کسی ضرر نمیرساند، برعکس به همه فایده می آورد. انا همه یک جا دیدیم.
هرگاهی که از صلح صحبت کنیم، هرگاهی که امید صلح را کنیم، دشمنان به حرکت می‌گذارند. در فکر حل این مسئله ها با دشواری روبرو می‌شویم. باز حمله های خونین را تشکیل می‌دهند خائنان. سردارم، آنی را که می‌گریزد دیدید؟ بله، از قفایش می‌شویم. یگید زودتر زودتر. زودتر سردارم، فریده. این بچه کجا شد؟ کجا شدی؟ کار رو حل کردی؟ حل کردم، او رو پاروندم. آفرین به تو. خلقت این خدمتت را فراموش نمی کند. در حال از اینجا رویم، همینجا رو کفت کب دوران. با کجا رفتن میخواهی؟ با قندیل. ما رو با قندیل ببره. البته وقتی که تو بخواهی من تو را حتما روان میکنم. اکا چی کار میکنید؟ تو را به قندیل روان میکنم. شما ما رو خطا فهمیدید اکا. چونی نکنید، التماس میکنم. نکشید، چیزی که خواهید میکنم. پارون گوید میپارونم. آخر من مردن رو حق نکردم. راست میگویی، حق نکردی. به تو یک امکانیت دیگر میدهم. برو. تشکر اکا، تشکر. از شما مینت دارم. تشکر. ما رو سر میدهید؟ ما رو نمیکشید ها؟ همین خیلی نه اکا. میتوانم بیروم. نسبت قاتلان، نسبت قاتلان، نسبت قاتلان، نسبت قاتلان، خانیمان را در زمین نمیگذارید. کنندگان کجا شدند؟ در راه آماده ایستادند. زودتر باشد. بچه‌ها این ماشین رو گیرید. آقای مظهر، زود باید شما رو از اینجا ببریم. آشوبگرانی زیاد جمع آمدن. داد و فریاد زده به اینجا می آیند. هیچ وقت. من در اینجا همراه برادرانم و دوستانم می ایستم. چه خیل می شود آقای مظهر؟ جان شما در خطر است. باید زود روید. یک قدمم خفا نمی گذارم. آمدن گیرند. به آنها نشان خواهم داد. با سنگ و چوب نه. بر ضد سنگ و چوبی آنها دست نبرداشته، حقارت نکرده، لکن مقاومت کرده جواب میدیم. اگر سوزیم هم جانمون در عذاب ماند هم، لیکن از اینجا ما به هیچ کجا نمی رویم. انشاءالله که این کار در اینجا خاتمه می یابد. اکنون به پایان کار رسیدیم. با وقار ایستادن شما زخمی ما را صحت می کند آقای مظهر. شیرکم تو را نکشم نمی شود. اگر تو را دستگیر کنند حتما سخن کرده سرمان را در بلا میمانی. تو این را درست بفهم. سخن نمیکنم. برای سخن نکردم اگر لازم شود زبانم رو میبرم. جان انسان شیرین از شیرکم. چرا زبانت را میبری؟ اگر به بدنت سوزن زنند داد و فریاد میزنی. اکا التماس میکنم مرا سر ده. التجا میکنم نکشید. یک دودرک بیمار دارم. التماس مرا سر ده اکا. ببخش مرا. اکا یگان سخنی خوب نیافتم برای گفتن. چاهکن زیر چاه گفتند. آقای مظهر میگویند که از اینجا نمیروم. آیا اکنون چیکار میکنی؟ یگان چاره‌اش رو مییابم. خونیمان را در زمین میگذاریم. بچه ها شما خفا را نظارت کنید. زودتر شوید. قاتلان
نسبت قاتلان قومی ما را میشکنیم نسبت قاتلان نسبت قاتلان نسبت قاتلان جواب بگوید نسبت آقای که صدای این منظره رو شنیدن میخواد ببخشید آدمی ما زنگ میزند. الو آقای که همه با پخست داد و فیغان و فریاد زدم همه یک جا با پخستم. این کار تمام نشده است. گرداب اساسی پگاه می شود. همه خیلی نه گرداب پر از مردم می شود. میدان ها جوش می زنند. یکشن بیخونین روز جمعه خونین و بدن می گردد. از تحریب بیده بدتر می شود. آفرین به تو آفرین. کارت را خوب آموخته ای. تشکر آقا. درود به آقای برام. جناب آیا من به شما نگفته بودم که برایتان بهترین مکانهای بخشش بهترین خوراکهای وطن را میخورانم؟ مرحمت. نوشی جانتان. بالاخره مزه دهانم به جایش آمد مینیکی من. آرام شوه. سفر را به دست گیره. برادران آرام شوه. رفیقان آرام شوه. ما پلیس هستیم. احساسات داده نشوه. خودتون را به دست گیره برادران. آرام باشه. کارتون را نکنید برادران. رفیقان آرام شوه. نکنید این کار را. البته نکنید این کار را. این کار آرام شوه. کفا روید. خیلی با دقت باش. برادران آرام شوید. ایستید. اکم ممدو احتیاط کنید. اکم ممدو آرام باشه. برادران ایستید. این کار را نکنید. نیو گوره. برادران آرام شوید. احساسات داده نشوید. شما چیکار میکنید آخه؟ برادران خودتون را به دست گیرید. این چی کاری کردنیتون؟ لیلا کی ممدو بخفا. لیلا کفا رو به تو گفتم. لیلا خیری احتیاط باش.